کدام از این سرپوش‌ها تهدید است؟ طول 10 ساله‌ها در ترکیه این گونه اندیشه می‌کردند. پوشیدن سطر و حجاب در جایهای جمعیتی منع کرده شده بود. در مکتب‌ها، در دانشگاه‌ها. برای چی؟ آیا یک بریده متاع خطرناک بود؟ رسما ترکیه دولت دنیوی است. با تشبث مصطفی کمال آتاتورک سال 1923 تشکیل شده بود. آتاتورک می‌خواست که دین از کارهای دولتی دور کرده شود. وی لباس‌های نمونه غربی را تشویق کرده توجه ظاهر می‌کرد. اما با سببی که 90% ترکیه مسلمانانند، آتاتورک سرپوش‌ها را منع نمی‌کرد. اولین منع حجاب در کارخانه‌های دولتی بعد تحولات نظامی سال 1980 آغاز گردید. منع حجاب سال 1997 تمام دانشگاه‌های ترکیه را فرا گرفت. حجاب به دولت دنیوی تهدید حسابیده میشد. زنها مجبور بودند سطر خود را از سر کشند اگر خواهند که به مکتب روند یا در ساختارهای دولتی کار کنند یا به کتابخانه روند. و برای عکس گرفتن در حجت‌های رسمی 2 می سال 1999 وکیل مردمی مروه کاوکجی از پارلمان به سبب سطر داشتن رانده شد. او را برای سوگند یادکنی راه ندادند. این جای نیست که نمونه کشور باشد. بگذار این زن نمودش را اصلاح نماید. بعضی زنها را برای نافرمانی از کشیدن حجاب یا اینکه تظاهرات بر ضد آن بازداشت و حبس و پیگیری می‌کردند. در تمام کشور گروه‌های مخصوص فهماندهی تشکیل شده بود که دختران را مجبور می‌کردند که حجابشان را کشند. بسیاری ها به خارج هجرت کردند تنها برای ادامه دادن دانشگاه. اما آنهایی که شرایط اقتصادی تنگ داشتند سرپوش یا پریک یعنی موی ساخته به سر می پوشیدند. حزب عادلانه رشد وعده داد که بعد آمدن به سر قدرت منع حجاب را از بین می برد. اما همه وقت به مقاومت روبرو می شد. برای ما هر دو هم زن با حجاب و بی حجاب همین گونه آدمانند که حقوقشان یک است. در دوام چند سال منع پوشیدن حجاب سال 2010 از بین برده شد. منع حجاب در کارخانه های دولتی سال 2013 از بین برده شد. منع حجاب در ترکیه دیگر موجود نیست. بعد 16 سال هجرت مروه کاوکجی و خواهرانش با حجابش و با شرف و افتخار سوگند یاد میکنند. اینک کی غالب شد؟